سلام دوستان، من عرفان هستم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بهتون یاد بدم که چطوری توی ویندوز DNS ست کنید و آخر ویدیو هم 5 تا DNS بهتون معرفی میکنم که به بهتر شدن پینگ و اینترنت کمک میکنه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب برای تغییر DNS بعد وارد کنترل پنل بشید که من با سرچ بازش میکنم و وقتی که باز شد از این قسمت ویو بای رو روی لارج آیکون قرار میدم و بعد بگردم دنبال گزینه نتورک اند شیرینگ سنتر. خب وقتی که پیداش کردیم روش کلیک میکنیم و وقتی که باز شد از این قسمت روی گزینه Change Adapter Setting کلیک میکنیم. خب حالا که باز شد بعد بگردیم دنبال اینترنتمون. برای بعضیا اینجا فقط یه دونه هست که دیگه نیازی به گشتن ندارن و برای بعضی دیگه مثل من اینجا چند تا گزینه هست که معمولا همین اولیه است. روش کلیک راست میکنیم، برای من اینه. پراپرتیز میگیریم و وقتی که باز شد اینجا باید بگردیم دنبال گزینه اینترنت پروتکل ورژن 4 از این قسمت که برای من اینجاست. پراپرتیز میگیرم. بعد وقتی که این صفحه باز شد بعد این تیک رو بزنیم و اینجا DNS خودمون رو ست کنیم که مثلا من برای مثال DNS کلودفیر رو میزنم. DNSش اینه و وقتی که اوکی کنم DNS الان ست شده. یه روش دیگه هم هست برای DNS ست کردن که یه سری مزیت‌ها بهتون میده. اونم نصب برنامه DNS چنجر هست که بذارید من بازش کنم. خب توی این برنامه میتونید برای خودتون یه لیستی از DNS ها بسازید و دیگه همیشه بین اونا هر وقت که بخواید سویچ کنید و اینطوری به نظرم بهتره دیگه. فقط یه دیسکانکت و کانکتیه. حالا من به کلودفیر وصل شدم و میتونم سویچ کنم به الکترو تیم و مثلا به الکترو وصل بشم. خب آموزش تموم شد. الان وقتشه که DNS های خوب رو بهتون معرفی کنم. الان یه لیستی از DNS ها روی صفحه میبینید که میتونید ازشون استفاده کنید و اینترنتتون هم بهتر بشه. و همین، این ویدیو تموم شد. لایک و ساب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.